اون یک روایت هست که یک آدم صالح در یک دیه زندگی میکند. الله تعالی به فرشته ها سفارش میدهد که رفته همون دیه را چپه گردان کنید. وقتی که فرشته ها می بیایند برای چپه گردان کردن دیه، میبینند که در اونجا یک آدم صالح هست، شبها نماز میخواند، روزها روزه میدارد، غیبتی مردم نمیکند، به کسی ضررش نمیرسد، همیشه در طاعت الله تعالی هست. میگم که نخواد اکن برای این فاجرهای فاسقا شده خانه اون بیچاره هم ویران شد و اون بیچاره هم زیر خاک شد و خانهش خودش هم زیر زمین کنیم. به نزد الله تعالی برمیگردند. حالا که الله تعالی با خبر است و عالم و دانا هست، میگن که پروردگار در آن دیه یک آدمی هست که بسیار آدمی صالح هست. الله تعالی میگه که از خانه همان شروع کنید. لانه لم یتمعر وجهه یوما من الایام، یک روز در راه الله تعالی غضب نکرد. وقتی که قانون الله پایمال میشد، شریعت الله پایمال میشد، یک روز غضب نکرد، یک روز روش تروش نکرد، در برابر گناه غضب نکرد. از خانه همون شروع کنید. بنابراین فقط صالح بودن کفایه نیست برادران. وقتی که صالح شدید باید مصلح شوید، یعنی در اصلاح دیگرها کوشید. فقط خودتون رو نجات میتیم نگویید که این خودتون رو به هلاکت میرسونه. الله تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای آنهایی که ایمان آوردید ضرری آنهایی که گمراه هستند به شما نرسد بعد اینکه شما هدایت یافتید. معنی آیت چی؟ این اولی حدیثی که امام احمد در مسندشان روایت میکنه. معنی آیت چیه؟ الله تعالی میگه که ای آنهایی که ایمان آوردید بعد اینکه شما ایمان آوردید و هدایت یافتید ضرری گمراه ها به شما نرسد. چه خیلی ضرری گمراه ها به ما میرسد؟ ما اگر آنها را امری به معروف نکنیم، نهی از منکر نکنیم، آنها را از دستشان کشیده از گناه باز نداریم و به نماز و به عبادت و به یگانه پرستی نبیاریم، ضرری آنها به ما میرسد. چون که ما آنها را نجات ندادیم.